واتساپ دای گنگ، چطور متید آقا؟ خوش اومدید به ویدیو داستانی دیگه ماینکرافتی با دای حامد. بریم بچه یه ذره غذا برداریم. چقدر غذا داریم به نازم. بچه راستی خونه چطور شده؟ خونه رو دیزاینش کردیم، خوشگلش کردیم که ببینیم شما چی میگید. خب بریم بیرون بچه ببینیم هوا چطوره. به 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 هوا رو ببین. مثلا آفتاب میزنم ها؟ آفتاب میزنه اش میکنم. این چیه بچه؟ ها؟ امن‌ترین بانک. اگه بتونی وارد بانک بشی برنده کلی پول میشی. 3 سوتا آدم میاد تو دیگه. بیا اومدم تو بانکشون. سلام علیکم. سلام بر شما دوست خوب من. جانم چه کمکی می‌کنم شما؟ آقا نوشتی وارد بانکمون بشی پول دستت بده. خب الان وارد شدم. پولام کو؟ نه دیگه شما باید وارد این گاف صندوقه به این مهیبی و بزرگیش اصلا هیچکی نمیتونه وارد اینجا بشه. وگرنه اگه بشه ما شما کلی غنیمت میدیم. بله. اوکی یعنی باید وارد اینجا بشیم؟ بله. ایزی باشد در فانه هیچ. الان میام بهت بگم. یه لحظه صبر له. بچه بریم دنبال پاتریک. ببینیم پاتریک رو گیرش بیاریم. اگه باشه دوباره نرفته باشه بیرونی چیزی. بریم در خونهش بچه پاتریک رو گیر بیاریم. بیاریم با پاتریک دوتایی اینجا رو چیزش کنیم. بریم بازش کنیم. کار نره که. هی پاتریک یه در میزنه. دارم بیام. زنگ میزنم در نمیزنم. بیا چطوری پاتریک؟ حالمون سلام. چطوری حامد؟ خوبی؟ چیکار میکنی؟ قربونت حامد از این برو. از اون برو. رفت تو گردنت. مراقب باش. آره این دره یه ذره ولورین شل شده. یا اول پس چی بود این پاتریک؟ بریم نمیدونم حامد. بریم ببینیم چیه این صدا چی بود؟ یا خود خدا. یا اول پس این میگه چیه؟ ها؟ حامد یه گوله سنگ. حامد به نظرم بیخیالش بشیم. شهاب سنگ چیزی بوده بعدم بهش میپردازیم. الان یه موضوع مهمتر دارم برات. یعنی میشه اینو بشکنیم توش ساعت بنتن باشه حامد؟ شاید شکوندیم یه موجود فضایی زد بیرون زد دهنمونه سرویس کرد. مادر من میتردم. حامد دور شو. به من چرا دور شم؟ به من چه؟ پاتریک ببین بیا بریم خونه من. بانک اینجا تازه زدن نمیدونم دیدیش یا نه. این بانک میگه اگه بتونید گاف صندوقمون رو بشکنید کلی پول میدن. من یه دونه پیککس دارم قشنگ میریم با همون میزنیم میتر کنیمش ایزی. بریم بابا. آینه بیا بابا بیا با ماشین من بریم اشغال کنیم. بیا بریم. آیفون هم ببین اون وسطی ها. خوشگلم اصلا بنازم. برو یه گاز بده. اشکال. ای بابا یادم رفت اینو بنزین بزنم. حامد مجبوریم پیاده بریم. مسخرم کردی خدا وکیلی. ای بابا نه آخه دیشب داده بودم دست بچه ها میخواستم برن. بعد دیگه یادم رفت بنزین بزنم. حامد وایسا اومدم. چقدر سری میری پاتریک؟ بفرما در باز کن. اول خونه خودتونه. خونه خودتونه بابا بفرما. بیا بریم. غذا میخوای؟ دست کن یخچال بردار. یخچال پر غذا. آره دست در کنی بابا. مفشه گوف باشه. خیلی ممنون. اما یه نگاه بنداز یخچال تو بدک نیست. ببین هر کسی تعارف نباید بزنی. بیا به تو میرسه. تو همبرگر خرچنگی هم دوست داری. کلا هرچی گوشتی دوست داری. هم مرداش. آره من گوشتگی به ما ندی فقط. بیا بریم این دست به نه ببخشید یعنی دست سینه. بیا ولش کن حله. ما همه فهمیدیم داستان چیه. امن‌ترین بانک. آره بابا امنیه. سلام علیکم. سلام علیکم دوباره. با دوست شما اومدیم این دفعه. چه خبره دوستان؟ آقا مگه نباید بیاد. رو تابلو زدی با دوست نیاد. چی میگی؟ نه اشکال نداره. خب میخواین تلاش کنین دوستان؟ آره دیگه اگه خدا قسمت کنه. آره دیگه. ببین پاتریک اوکی تلاش کنیم ببینیم چیکار کنیم. به من چیزی نگفتی حامد. ببین این بانکر رو باید بزنیم بریم داخل تموم پولدار میشیم. اوه نه پلیس میاد میگیرتمون. نه دیگه اینا مال خودشونه. بله واسه خودمونه. باشه برو بزن. برو من تشویقت میکنم حامد. آفرین بزن. آفرین نزن که تو چرا منم میزنی؟ ببخشید در خواستم تشویقت کنم. بزن آفرین. جورت پاتریک
در الا جرزم نمیخوره پاتریک. چیکار کنم؟ بده من امتحان بیا کنم. بریم بیا تو امتحانش کن. من بلدم بابا. ای بابا ولش کن. اصلا برو خود میکنی. میبینی پاتریک؟ فهمیدم این یه مشکلی داره. خب اینا به ما نمیگن که ما نتونیم مثلا کلا پولا رو برداریم. آره بابا ما خرد نیستیم که. بیا بریم بابا بیا بریم. من بیا بیرون من نشنوه. بیا برو ببینم. بیرون این نشنوه. شده. امید آه. من یه چیز دارم به خدا میترکونه اینو. امید جدی میگم. چیه؟ چی داری؟ خیلی خفنه ها. ببین اصلا یه چیز. بیا خودت با ببینی اصلا. ببینم. خیلی چیز خفنیه. چی داری؟ اصلا ببینی عشق میکنی ها. بیا عشق میکنم. خب چیه؟ کاری نباشه بابا. بیا اصلا مخصوص این دره ساخته شده. دست کن تو صندوق بردار ببینم. این چیه؟ زمین خاره؟ آره دیگه زمین خاره. اسمش خودم گذاشتم. دریلا بیا بریم ببینیم. شاید با این نه زمین خاره. این تو بیکینی باتن بهش میگن زمین خاره. خب حل. بذار ببینیم امتحانش کنم ببینم چجوریه. نه اینجا نزن. دم در خونه منه بابا خجالت بکش. بیا بریم این ور بزنیم. آره برو اون ور بزنیش کن. چیز خفنیه. بیا بریم پاتریک اینجا رو میخوره زمینو. پولدار شدیم. بیا بریم بیا. آره یه دونه دکمه زدم. الان فکر میکنه ما نمیتونیم بزنیم. یه دکمه زدم کل اونجا رو ترکون دیگه. اینجا که کاری نداره. برو عمر بینم. برو عمر. باز اومدین که شما دوستان. برو کنار. بزن امید آفرین. میترکونی شو. بزن دوستان بیفایده است. بزن بابا بزن میتونی بزن. چی نمیشه پاتریک؟ چیکار کنی؟ نه این میدونی این روغن نداره امید. بده یه دقیقه. یه لحظه بده یه روغنی بندازم بهش. چی نمیشه پاتریکو؟ خودت راستشو بگو اینو با چی درست کردی؟ ما اینو حقیقتا با یه چیزای درست کردیم خودمونم نمیدونیم. از فضا اومدن اینا. آره فضا؟ خیلی قویه. حامد یه ربطی به اون داستانی نداری؟ نمیدونم. بیا بریم ببینیم چیکارش کنیم. بریم بابا. بیا یه دقیقه. حامد بیا. کجا میری؟ بیا یه دقیقه پشت بندازیم بریم بزنیمش دیگه. حامد اومده. این پشت رو میترکونه. ای حامد چرا؟ اینجا چیه دیگه؟ لوای چرا تو نمیری؟ خیلی هم عالی. به اینجوری اینو پاتریک. بابا حامد ما برای همیشه گیر افتادیم اینجا. بابا اینو ولش کن. این ولو به چه شمشیر خفنیه. میگه اگه سوال جواب بده برنده شو. چه وجود ریاضی ستایی هم هست اصلا بنازم. نه بابا این هم کاری نداره واسه من یکی کشوری خوندم کاری نداره. تو هیچ وقت برای تو هیچی کار نداره پاتریک. همیشه برای تو همیشه آسونه. حامد یه دقیقه بیا ببین. این 3 رقمی یعنی 3 تا عدد داده. خب درسته؟ بله. پس یعنی 100% باید 3 رقمی باشه عددی که میخواد بده. این میشه 986. من میدونم. بزن همینو 986. تو این دوتا 986 میبینی؟ خب این دوتا رو ولش کن. 986 رو بزن. حله. میخوای از بچه‌ها کمک بگیریم؟ حالا بگیر ببینیم چی میشه. خب بچه عزیز یه راهنمایی بهمون میکنید که جواب 3 به علاوه 56 به علاوه 9 چند میشه بچه؟ 68 میشه یا 65؟ بچه داخل کامنت حتما برام بنویسید. هم من هم پاتریک منتظره. کجا نگاه بکنیم؟ تو سب کن پاتریک لحظه. آره بچه بنویسید که ما دوتا منتظریم که زودتر جوابشو بدیم. داخل کامنت ها نوشتید؟ منتظرم بچه ها. خب پاتریک آماده ای؟ جوابش چی میشه؟ یه بچه ها گفتن رفتی بالا چرا؟ حامد چرا رفتی بالا؟ آی یه غذا بخور. پاتریک حامد میبره ها. نزنیم به من. پاتریک ببین به نظرت این در بیا باشه به نظرت بیارسم بدمش تو.
به نظرت این الان ما چیکار کنیم؟ این الان اینم در رو اگه نتونه باز کنه بعد مجبوریم خود یارو یه بلای سرش بیاریم. یه فکت دارم حامد. فکت این شمشیری که دستتی 100% من بهت میگم این فضاییه به خدا. یعنی احتمال داره دره رو بزنه؟ آره دیگه این فضایی منگل که دیگه بازم این فضایی اونم فضاییه. فضایی رو میزنیم. اگر نظر چیکار کنیم؟ یارو رو بکشیم؟ آره دیگه کار دیگه حامد بانک ها میدونی چند میلیون دلار پول تو حل ببریم. من اینا رو بنزم. برو من پشتیتم بابا تشویقت میکنم. خب بیا بریم دوباره. آقا سلام مجدد. دیگه این بار اومدیم که سلام ردشیم بریم. دوستان چرا شما تلاش میکنین اینجا ناشدنی اصلا شما نمیتونین بازم، ولی اگه دوستان تلاش کنین. اینو ببین دستم میخوای بعد یه کاری کنم تا حالا ندیدم. ها چقدر نورانیه. نه نزدیک برو تست کن حالا. نه این رفیق ما شوخ تپه یه زده. آره بجا امید بیا نه بیلش بیا من حواسشو پرت میکنم تا پوش بدن که اینجوری بهتر. افون خب برو. ای رفیق بیا جونم. کجا بیام؟ چیکارم داری؟ بیا اینجا. نه بیا نمیام. بیا بابا بیا. چیکارم داری؟ لطف میکنید یه وام به من بدید. ای بد آمد قشنگ زدی که آمد. او چیه؟ این چی بود دستم؟ اوه حامد یه رمز نوشته روش. بیا بزن ببینم. 3125 رمز اینه؟ آره دیگه حامد اینجا رو. حامد من میشه اونو بگیری اونور پاتریک؟ حامد تفنگ این یارو بود حامد. باشه اونو بذار. پاتریک نزن پاتریک. کمونه میکنه تیری. آقا این مال من نبود. بیا تو اینجا رو ببین پاتریک چقدر صندوق اینجاست. آخ جون پولا رو ببین بابا. اوه چقدر پول. او همش صندوقاش پر پوله پاتریک. اوه حامد پولدار شدیم بالاخره حامد. تموم شده رفت. اینجا رو ببین. پولدار شدیم. اوه بنازم. بیا بریم خونه پاتریک الان مأمور میاد. یهو آره اینجا دوری مودی فکر کنم داریم. بیا بریم بیا بودو. ای و پاتریک فقط خواهشم باش دوباره همبرگر با چیز نگیری یا خرچنگی نگیری یا لطفاً خواهش میکنم. من میخوام با پولم چیکار کنم؟ مگه من میپرسم پول تو میخوای چیکار کنی؟ حله بچه من کل پولا رو میذاریم اینجا. سیف فاکس دیگه اینجا دست نمیکنی تو اینا. بهت از الان گفته باشم. نه بابا کاری ندارم مطمئن باش. بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارید و پیجمون رو دنبال کنید. پایین پاتریک. آره دیگه مرسی پولدار شدی. دارم میترسه خیلی دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. یادتون حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، پیجمون رو دنبال کنید. تو دیسکریپشن لینک رو کامونه حتما جوین بدید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعد خداحافظ.